بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که قرار دارید. طبقی که به خدمت شما در قسمت‌های گذشته هم عرض کردم که ان شاء الله در مورد فردی به نام استاد محمد محق یا فردی به نام آقای محق که در شبکه‌های داخلی و خارجی افغانستان احیانا برنامه‌هایی داره و برخی حرفهای ایشان میزنن که جای داره که مورد بررسی قرار بگیره تا ببینیم چی جایگاهی در فکر و اندیشه یک فرد مسلمان داره، چون ایشان فعلا به عنوان یک سخنگوی دینی و به عنوان فردی که خودشان را پژوهشگر دینی میدانند و خودشان را دانشمند در علوم اسلامی میدانند و مخاطبین ایشان هم امت اسلامی و ملت افغانستان و ملت فارسی زبان هست، جای داره که این مسائل مورد بررسی قرار بگیره تا ببینین چی جایگاهی از نظر اسلام داره. اجازه بدین که با همدیگر قبل از اینکه مقدمه طولانی برم اجازه بدید که با همدیگر صحبت‌های ایشان را بشنویم. به دنبال آن ان شاء الله در خدمت شما خواهم بود و بررسی سخنان ایشان را به خدمت شما ارائه خواهم کرد. غیر مسلمان ها همهشون از دایره ایمان خارج شده میتونن در حالی که شاید اونا هم امی اعمال نیکو را انجام بدن؟ در این باره بحث بسیار زیاد است، بحث چون کم موضوع حساس و مناقشه برانگیز است وارد جزئیاتش نمیشم، ولی یکی از نظریاتی که میشه به اشاره کنم، یکی از دانشمندان بزرگ مصری و جهان عرب که یکی دو سال پیش از دنیا رفت، مرحوم جمال البنا، برادر امام حسن البنا است، او یک کتاب نوشته در ارتباط و هشدار داده که مسلمان ها در استفاده از واژه ها و اصطلاحات دینی باید احتیاط کنند، از جمله که در رابطه با اهل کتاب اصطلاح کافر گفته به کار نبرند. به خاطر کلمه کافر یک بار غلیظ داره که او دلایل مختلف قرآنی آورده برای نظریه خود و از احادیث ما آورده و یکی از دلایل قرآنی هم است که بین مشرکین و اهل کتاب یا بین کفار و اهل کتاب با واو عطف استفاده شده در سیاق‌های قرآنی و طبق گرامر عربی میگن الواو للمغایرته. وقتی که واو بین دو چیز آمد معنی است که این غیر از اوست، یعنی به لحاظ گرامر عربی وقتی شما میگید فلانی و فلانی آمدند، این نباید دو نفر جداگانه باشه که ای و او. قرآن مجید میگه کفار و اهل کتاب، یعنی اینجا معنی است که کافرها یک گروهن، اهل کتاب کسان دیگری اند. بله بینندگان عزیز، شنیدین و دیدین و شاید برخی ها تعجب بکنین که از ایشان این حرف خیلی بعیده و واقعا هم یعنی انسان تأسف میخوره و تعجب میکنه بر فردی که سابقهش را میبینی و حالا حرفهایش را میبینی، جای تأسف و تعجب داره. به هر صورت اجازه بدین که مستدل صحبت بکنیم قبل از این که بر شخصیت ایشان وارد بشیم. برای ما مهم هم نیست، مهم اینه که فعلا ایشان چی میگویند و دارای چی عقیده‌ای هستند و مهم اینه که فعلا چی وظیفه‌ای را انجام میدهند برای متاسفانه بگین بیراه کردن امت اسلامی. این یک حقیقتش، توهین نیست که ما خواسته باشیم به ایشان توهین بکنیم، یک حقیقته که با متاسفانه راه‌های مختلف این حرفها را میان در داخل یک جامعه اسلامی مطرح میکنن. به هر صورت اول اینکه ایشان فرمودند بعد از اینکه سوال را مجری از ایشان میپرسند میفرمایند که والله این سوال جوابش کمی مناقشه برانگیزه و وارد جزئیات او نمیشون. بعد شروع میکنن که والله فلانی چی گفته. اول اینکه جای داره که واقعا هم شما از این نکته هراس داشته باشید و بترسید، چون حرفی که شما میزنید حرفی است کاملا خلاف قرآن و خلاف اسلام و خلاف فکر و اندیشه مسلمان ها و جای داره که شما بترسید و در داخل یک جامعه با احتیاط داخل جامعه اسلامی رفتار بکنید و برخورد بکنید، چون برخی از مسائل است که علمی هست، برخی ها توان برداشتش را ندارند. شاید شما اگر به آن تلبیس بکنید و تدلیس بکنید حرفتان را بپذیرند و قبول بکنند، اما این بحث ها خیلی واضحه. یعنی کسی بیایه با صراحت
کافر بودن یهود و نصارا را رد بکنه و بگه اینها کافر نیستند، این حقیقت جای داره که مورد نقاش قرار بگیره و هر فرد مسلمان این را میفهمه و به هر صورت جای داره که شما از این نکته هراس داشته باشید. اما ایشان از فردی به نام جمال البنا خب نقل میکنند، نقل قول میکنند و این نکته را عزیزان فراموش نکنین که همیشه کسانی که میخواهند سخنانشان را مزین بکنند، به خصوص کسانی که دنبال باطلند و تبلیغ و ترویج باطل را میکنند، همیشه عادتشان بر این است از کسانی که نقل میکنند اول القاب بزرگ به آنها میدهند که در ذهن بیننده چنین ایجاد بشه که والله اگر این دیگه حرف زد، حرفش دیگه به هر حال خیلی بزرگه و باید به حرفش ارزش داده بشه و یک عالم بزرگ و دانشمند بزرگ جهان عرب است و از این قبیل حرفها. این طبیعت اینهاست، طبیعتا متاسفانه این عادت را دارند. به هر صورت جمال البنا کسی است که به گفته ایشان و حقیقت هم هست که برادر امام حسن البنا هست، البته برادر کوچکش، ولی با عقیده برادر خود و با دعوت برادر خود کلا مخالف بوده. این چیزی که از کتابهایش موجوده و مشهوده. این فرد در سال 1920 متولد میشه و در سال 2013 یعنی تقریبا 3-4 سال پیش فوت میکنه و از دنیا میره. یک فرد متاسفانه باید بگین گمراه، فردی که تمام عیار گمراه هست. شما میتونین به کتابهایی که این در موارد مختلف و در مسائل مختلف نوشته مراجعه بکنین. خوبه که ما بفهمین که جناب آقای محق بزرگوار از چی کسی نقل قول میکنن و حرف چی کسی را میخواهند که در ذهن بیننده به عنوان حکم قرار بدن و در چوکی بنشانند و بگن حرف همینه، خلاص این عالم بزرگواری است و دانشمند بزرگ است و این حرف را زده. جمال البنا کسیه که بر رد صحیحین یا بگین که برای تشکیک در صحیحین، در این که در صحیحین یعنی در بخاری و مسلم شک ایجاد بکنه کتاب نوشته. نه تنها در این مورد بلکه برای رد اکثر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که به تعبیر او احادیث موضوع و احادیث ضعیف و دروغ هست، متاسفانه کتاب نوشته بر رد اکثر از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این فردیه که حقیقتا از کتبش واضحه که عقل خودش را بر نقل ترجیح میده. حالا این یک بحث جداگانه ای هست که ما خواسته باشیم تقدیم عقل را بر نقل صحبت بکنیم و ردیه به این موضوع بدیم، این خودش یک برنامه خاصی میطلبه که از نظر حقیقتا از دیدگاه قرآن و سنت و از دیدگاه خود عقل بیاین بسنجین که آیا میتونین ما عقل را بر نقل ترجیح بدیم. و بر اساس این قاعده فاسدی که این نگذاشته بلکه گذشتگانی از اهل باطل متاسفانه گذاشتن، میای برخی از احادیث را رد میکنه و به هر حال حرفهای از این قبیل بر علیه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میزنه. این فردی است که دین را از سیاست جدا میدانه، مثل دیگر سکولارها که در زبان عربی به آنها علمانی میگن. اینها متاسفانه عادتشان بر اینه و جناب آقای محق هم از همین دسته هستند و از همین گروه هستند و جای داره که اینها از این فرد میان تعریف میکنن. واقعا در این مورد با ایشان موافق هست، اگرچه در موارد دیگه هم در برخی از مسائل اینها با هم دیگر اشتراکات دارن و مشترکات دارن و نمیدانم که برخی حرفای دیگری که میگم از عقیده این فرد آقای محق این رو هم باور دارن یا ندارن که خوب جامعه اسلامی اینها را بشناسن. این فردیه که جهاد را کلاً لغو میکنه، میگه جهادی وجود نداره، میگه جهاد تحت عنوان قتال وجود نداره، جهاد قتال را کلاً لغو میکنه و از بین میبره. حتی کتاب نوشته در این مورد الجهاد اضغاث و احلام. جهاد میگه خوابهای پراکنده و به هر حال یعنی چیزهای اصلا جهاد را یعنی این لفظ خودش حقیقتا میشه گفت که یک توهینی به مسئله قتال هست که کلا به تعبیر رد میکنه آن را و الغا میکنه، میگه جهاد قتال وجود نداره. و متاسفانه باید بگین که نکاح مؤقت یا نکاح صیغه را متاسفانه به رسمیت میشناسه این فرد و بدون شاهد و ولی میتونه که دختر یا مرد میتونه که یک دختر را به نکاح متعه یا صیغه یا نکاح مؤقت بگیره که این هم حقیقتا یک
گمراهی دیگری برای این فرد هست. و جالب بر اینه که میگه میتونن یک دختر و پسر همدیگر ببوسن در حالی که نامحرم باشن، میتونن همدیگر ببوسن، هیچ اشکالی هم نداره. و حتی جالب بر اینه که بنده رفتم در یوتیوب دیدم عزیزانی که به زبان عربی آشنایی دارن، فقط برین شما مراجعه بکنین حرفهای خودش را که در این مورد چی میگه. در این مورد چی میگه؟ واقعا خیلی تأسف آور جناب آقای محق که از همچون فرد شما میاد نقل میکنید. میگه که اگر دو تا جوان، یک دختر و یک پسر همدیگر رو ببوسن، این گناه صغیره و با حسنات نابود میشه، اشکال نداره، خیلی مهم نیست. حجاب فرض نمیدانه، حجاب اسلامی فرض نمیدانه و حتی بنده مراجعه کردم برخی از کتبش، پی دی اف کتابهایش رو گرفتم، در مورد حجاب نوشته. جالب بر اینه که حجاب را خاص به زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانه. میگه حجاب برای زنان مؤمن نیست و این فرد حقیقتا یعنی یک شخص میشود گفت که یا این که علم نداره، یک شخصی کلا روانی، وگرنه از به قرآن کریم اگر مراجعه بکنین با صراحت کامل میبینین که الله سبحانه و تعالی در مورد حجاب چی میگه. به عنوان مثال یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ولی میگه نه، به نساء المؤمنین نیست، بلکه این خاص به ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. به هر صورت این فرد همچون آدمی است. حالا خواستم که یک معرفی کوتاهی از این فرد جمال البنایی که جناب آقای محق از آن نقل قول میکنند داشته باشم. و واقعا خیلی تأسف آوره وقتی شما برین حرفای خود این نفر را بشنوین، در یوتیوب موجود ویدیوهایش، واقعا که تأسف میخورین شما که این فرد یعنی چگونه میتونه یک دانشمند اسلامی و عالم بزرگوار و نمیفهمم مرحوم و فلان و این حرفا باشه. به هر صورت ایشان میآیند میگن که این فرد گفته که چون در قرآن کریم میگه دلایل آورده که ما باید احتیاط بکنیم برای اهل کتاب نگیم کافر، برای اهل کتاب کافر نگین، و دلایل آورده از قرآن کریم نشان میده که البته جناب آقای محق این آیات را اشاره نکردن، فقط لفظاً از رویش گذشتن. گفتن که چون در گرامر عربی یا در حقیقتا در زبان عربی قاعده و قانون بر این است که واو حقیقتا تقاضا یا افاده مغایرت میکنه، یعنی یک دو چیز مختلف. وقتی که واو عطف میایه در وسط دو کلمه و در وسط دو چیز، تقاضای این را میکنه که شی اول یک چیز باشه، شی دوم چیز دیگری باشه. اینجا باید بگم که جناب آقای محق، شما متاسفانه از باب لغت و از باب لغت شناسی یا این که نمیدانید، مشکل شما در این است که یا این که نمیدانید یا تلبیس میکنید. وگرنه اگر شما در کتب لغت و در کتبی که در اعراب قرآن کریم نوشته شده شما مراجعه بکنید، معنای واو و یا به تعبیر دیگه بگین افاداتی که واو داره، فوایدی که واو داره، تقاضاهایی که واو داره در زبان عربی، واو عطف، منظور من واو عطف که شما هم با آن اشاره کردید، شما اگر ببینید زیاده. تنها موضوع مغایرت نیست که شما آمدید میگید چون به فایده شماست میگید واو تقاضای مغایرت میکنه، بناهن کافر یک چیزیست، اهل کتاب یک چیز دیگره، پس نباید ما به اهل کتاب کافر بگیم. ما در زبان عربی حتی در قرآن کریم داریم که مثلا در کتب لغت اگر ما مراجعه بکنین، مثلا کتاب مغنی اللبیب از ابن هشام انصاری، برید شما مشاهده بکنین ببینین که میاره، مثلا در کتاب مغنی اللبیب میاره که واو افاده یا فایده واو وقتی مطرح میکنه 15 مورد به آن میاره. میگه که واو فایده این را داره، این افاده را میکنه، این افاده را میکنه، این تقاضا را میکنه، در فلان جا چنان معنایی داره، معانی حروف، معنای واو را میایه به صورت تفصیل در کتاب مغنی اللبیب ابن هشام میایه توضیح میده. شما مراجعه بکنید به این کتاب یا کتاب‌های دیگری که در باب لغت نوشته شده. میتونید مثلا به کتاب شرح ابن عقیل مثلا مراجعه بکنید یا الفیه ابن مالک مراجعه بکنید. الفیه ابن مالک هم یک توضیح کوتاهی در این مورد میده و کتب لغت در این مورد فراوان هست. یا برخی از تفاسیری که بیشتر جانب لغت را گرفته، مثلا کتاب مفاتیح الغیب یا کتاب تفسیر کبیر که مفاتیح الغیب، حالا بگذارین که در موردش حرفه، در مورد این نام کتاب تفسیر کبیر فخر رازی مشهوره، برای این مراجعه بکنین ببینین که در مورد این موضوع چی میگه. و همچنین کتاب‌های دیگری که در این باب نوشته شده، تفاسیری که حالا تفاسیر زیاده در این مورد، تفاسیری که منهج نحوی داره زیاده که بنده نمیخوام که برنامه را طولانی بکنم.
و همچنین اگر شما به اعراب القرآن، کتاب‌هایی که در باب اعراب قرآن کریم نوشته شده مراجعه بکنید، مثلا کتاب اعراب القرآن از نحاس، مثلا کتاب درویش، اعراب قرآن درویش، مثلا اعراب القرآنی که حقیقتاً به نام در المسون هست که بیشتر در باب معانی حروف قرآن کریم توجه داره و در مورد آنها صحبت میکنه، کتاب الدر المسون. میتونین به اینها مراجعه بکنید. البته بنده با عنوان مثال بعضی از این کتاب ها را نقل میکنم، شما مراجعه کنید، این موضوعات را میبینید. حالا در قرآن کریم و در زبان عربی وقتی واو میآید تنها اقتضای مغایرت را نمیکنه، بلکه احیانا میشه که عطف عام بر خاص میشه، مثل نکاتی که شما اشاره کردید. احیانا عطف عام بر خاص. مثلا در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ در سوره مبارکه نوح آیه 28 میگه رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. رب اغفر لی ولوالدی، اول والدی خود را میگه، ولمن دخل بیتی، اینها حقیقتا بعد ولی من دخل بیتیه که میگه مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اینها حقیقتا میشه گفت که عطف عام بر خاصه. یا مثلا در قرآن کریم در جای دیگه وقتی ما ببینیم در سوره مبارکه بقره الله سبحانه و تعالی میگه من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال، در حالی که الله متعال ملائکه را عرض میکنه میگه و ملائکته، نیازی نبود که جبریل و میکال بگه. حالا به تعبیر شما باید ملائکه با جبریل و میکال با هم متفاوت باشه بنا به منطق شما که واو تنها تقاضای مغایرت بکنه، ولی الله سبحانه و تعالی اول به صورت عام میگه، بعد اون خاص جبریل و میکال بر عام به خاطر برخی از فوایدی که داره، به خاطر اینکه جایگاه اینها بالاست، الله سبحانه و تعالی باز آنها را خاص میکنه. و همچنین برعکس آن عطف خاص بر عام. با عنوان مثال الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم الی آخر. اول الله سبحانه و تعالی نبیین را عرض میکنه، ولی بعد از این نبیین باز چیکار میکنه؟ و منک و من نوح، رسول الله علیه السلام جز نبیین، نوح علیه السلام جز نبیین، ولی الله سبحانه و تعالی اینها را عطف میکنه. عطف چی میکنه؟ عطف خاص را بر عام میکنه، عطف خاص را بر عام میکنه. پس بناهن اینها در قرآن کریم موجوده. و این هم که شما میایید من اهل الکتاب و المشرکین مثلا به عنوان مثال، شاید منظور شما این آیات باشه، اینها حقیقتا همان عطف خاص بر عام هست یا عطف عام بر خاص هست. پس بناهن این جای باقی نمیمونه که شما میایید فقط واو را میگید تقاضای مغایرت میکنه، که بنده گفتم تنها مسئله مغایرت نیست، ترادف هست، مسئله خاص بر عام هست، عام بر خاص هست و مسائل دیگری که در زبان عربی موجوده. شما برید به عنوان مثال گفتم کتاب مغنی لبیب را از ابن هشام انصاری مراجعه بکنید، این موضوعات را میفهمید. و نمیدانم که والله شما اینها را نمیفهمید یا اینها را قصداً متاسفانه مطرح میکنید. به هر صورت حالا بیاین مراجعه بکنید در قرآن کریم که واقعاً این حرف درسته. الله سبحانه و تعالی یهود و نصارا را تکفیر نکرده، اینها را نگفته کافر. بیاین در قرآن کریم ما مراجعه میکنیم ببینیم که الله سبحانه و تعالی در این مورد چی میگه. اول میرین به سوره مبارکه نساء، سوره مبارکه نساء آیت 150 و 151. هر عزیزی میتونه که برای به قرآن کریم مراجعه بکنه و مصحف مراجعه بکنه و این آیات را ببینه. آیت 150 و 151 الله سبحانه و تعالی میگه که ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. الله سبحانه و تعالی میگه آنهایی که کافر شدن به الله و پیامبرانش و اراده دارن که در میان الله و پیامبرانش فرق ایجاد بکنن، بگن ما ایمان به الله داریم ولی ایمان به پیامبران نداریم. و یقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، به بعضی از پیامبران ایمان میارن به بعضی دیگه نمیارن، مثل یهود و نصارا که به حضرت موسی و به حضرت عیسی به تعبیر خودشان ایمان دارن ولی به رسول الله علیه السلام ایمان ندارن. الله سبحانه و تعالی میگه اولئک هم الکافرون حقا، اینها واقعا کافرن و در این شک و تردیدی وجود نداره. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. اما جای تعجب بر اینه که جناب آقای محقی چی منطقی است که شما در پیش گرفتید؟ الله سبحانه و تعالی میگه اولئک هم الکافرون حقا، ولی شما میایید میگید جمال البنا چی گفته، فلانی چی گفته. این واقعا بی انصافی است در حق قرآن. قرآن کریم این را میگه، شما چیز دیگری میگید، از یک کس دیگر نقل میکنید که به خاطر منافع سیاسی و به خاطر برخی از مسائل فکری که اون در متأثر از اون حقیقتا منطقه شده، شما میایید
یعنی قرآن کریم را ترک میکنید و به سخن یک فرد عادی که خودش گمراهیش آشکاره، مخالفتهایش با قرآن و با حدیث رسول الله علیه و سلام آشکاره، از آن نقل قول میکنید. واقعا برای شما جای تأسفه. همچنین در سوره مبارکه مائده ببینین الله سبحانه و تعالی چی میگه. آیه 68 الله سبحانه و تعالی میگه قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. الله متعال برای اهل کتاب میگه، برای اهل کتاب میگه، در اخیر میگه برای رسول الله علیه السلام ای پیامبر اینها ایمان نمی آورند، اینها مردمی هستند که نه به تورات و انجیل ایمان دارند که در مورد تو چی گفته و نه هم به آنچه که به سوی آنها که قرآن کریم فرستاده شده اینها یقین دارند. ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، جز طغیان و کفر و چیز دیگری بر اینها اضافه نمیکنه. فلا تأس علی القوم الکافرین، ای پیامبر در مورد اینها محزون و غمگین مباش، در مورد این قوم کافری که اهل کتاب هستند که الله متعال در اول به اونها اشاره میکنه. بیاین در جای دیگه مراجعه بکنین. الله سبحانه و تعالی در آیه 70 سوره آل عمران چی میگه؟ میگه که یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون. چی میگه الله؟ یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون. ای اهل کتاب چرا شما کافر میشید؟ چرا شما انکار میکنید آیات الله را و انتم تشهدون، در حالی که شما میفهمید و میدانید و آشنا هستید با کتاب خودتان که در کتاب خودتان در مورد پیامبر ما چی آمده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و همچنین در سوره مبارکه آل عمران، باز هم سوره آل عمران 98 آیت 98 سوره آل عمران، الله سبحانه و تعالی شبیه همین در اونجا میگه که قل یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله، چرا شما کافر میشوید با آیات پروردگار؟ جناب آقای محق اینها را چی ترجمه میکنید؟ فقط از شما میپرسم به عنوان یک فرد مسلمان اینها را شما چی ترجمه میکنید؟ الله با صراحت میگه لما تکفرون بآیات الله، چرا شما کافر میشوید با آیات الله؟ چرا انکار میکنید آیات الله را؟ شما میگید نه والله این جالب نیست که ما امروز برای اهل کتاب بگین کافر. وقتی الله گفته کافر ما نگین کافر، واقعا سویه شما خیلی از مرجعه بالاتر رفته. 100 مرحبا بر مرجعه. مرجعه میگفتن که ایمان بدون عمل مورد اعتباره، اشکال نداره. میتونه که یک فرد مثلا ایمان داشته باشه ولی عمل نکنه، عمل جز ایمان نباشه و در حقیقت ایمان داخل نباشه. ولی شما که اصلا شخصی که ایمان نداره شما آن را مسلمان میگید، یا مسلمان نمیگید، شخصی که ایمان نداره شما آن را میایید میگید که این کافر نیست، این کافر نیست. واقعا جالبه. ببینید در سوره مبارکه بینه الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ در آیت اول سوره مبارکه بینه الله میگه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. کفروا، الذین کفروا، آن کسانی که کافر شدن. این کافران چی کسانی هستند؟ من اهل الكتاب والمشرکین. شاید شما بگید که من در اینجا من تبعیضیه است. نه جناب، من تبعیضیه نیست، بلکه من تبیین هست، برای تبیین هست این من، یعنی من بیانیه هست. ما در زبان عربی، در گرامر عربی، وقتی که در باب معانی حروف می رویم و فواید حروف می رویم برای ما توضیح میده. در کتب مراجعه بکنید میدانید این را و شاید هم بدانید که این من در اینجا من تبعیضیه نیست که بعضی از اهل کتاب، نه، بلکه من بیانیه هست. مثل که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه حج چی میگه؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان. الله میگه از این پلیدی های این بت ها شما دوری کنید، بپرهیزید. اگر من الاوثان به تعبیر برخی ها که من را در هر جا تبعیضیه میگیرن، اگر در اینجا تبعیضیه بگیرین یعنی بعضی از بت ها میشه که شما از اونها دوری کنید، بعضی دیگر را نه، بروید با آنها را عبادت بکنید. بناهن آنچه که گفته شد من در اینجا من بیانیه هست، یا من برای بیان هست، نه برای تبعیض. در همین سوره، یعنی در سوره مبارکه بینه، در آیت 6 الله سبحانه و تعالی میگه که ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریه. الله میگه کسانی که کافر شدن از اهل کتاب و مشرکین. من باز هم گفتیم در اینجا من بیانیه هست، من برای تبعیض نیست. کسانی که کافر شدن اهل کتاب و مشرکین، که از چی اهل کتاب باشن و چی مشرکین باشن فرق نمیکنه. و میشه گفت که حقیقتا الله سبحانه و تعالی میگه فی نار جهنم، اینها در آتش جهنمن.
در سوره مائده الله سبحانه و تعالی آیت 17 میگه که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. به تحقیق که کافر شدن کسانی که گفتند ان الله هو المسیح ابن مریم، الله همان مسیح فرزند مریم هست. این سوره مائده آیت 17 صریحه لقد کفر الذین. و همچنین در سوره مائده آیت 72 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. آیت 72 سوره مائده لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. واضح، کاملا واضح و آشکاره. لقد کفر الذین، به تحقیق کافر شدن. و در سوره مائده آیت بعد یعنی 73 الله متعال میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. و همچنین در سوره مبارکه فتح آیت 13 الله متعال میگه و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للکافرین سعیرا. کسانی که به الله و پیامبرش منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، میگه که کسانی که ایمان ندارند، منی که در اینجا آمده و من لم یؤمن، من شرطیه هست، جواب شرط در اینجا محذوفه. جوابش اینه که فانه کافرون. چنانچه علما میگن و علمایی که در اعراب قرآن کریم و علمایی که تفسیر کردن میگن جواب شرط در اینجا محذوفه و جوابش اینه که فانه کافرون. چرا که بعداً الله متعال خودش واضح میکنه فانا اعتدنا للکافرین سعیرا. جناب آقای محق، این آیات قرآن کریم، البته بنده خیلی از آیات قرآن کریم صرف نظر کردم که در این مورد هست، چون به خاطر این که برنامه ما طولانی نشه. ولی شما چگونه جرأت میکنید، یعنی واقعا بگم که، یا چگونه به خودتان اجازه میدهید که حرفهایی که حقیقتا یک فرد بدون شک میشه گفت گمراه میزنه، شما آن را میایید در یک شبکه در جامعه مسلمان مطرح میکنید و آن را میگید که خیلی راحت بله یهود و نصارا کافر نیستند. و این فکره حقیقتا همان فکره پلورالیسم دینی هست که متاسفانه تکثرگرایی دینی که یهود هم نمیتونین کافر بگین، نصارا را هم نمیشه کافر بگین، این را هم کافر نمیگین. وقتی الله تکفیر کرده ما چی کنیم؟ وقتی الله میگه اینها کافرن ما چی کار بکنیم؟ جناب آقای محق، من نمیخواهم که در ادامه در مورد شما قضاوت بکنم، فقط اجازه بدید که چند تا از اقوال علما را پیرامون این موضوع به خدمتتان بخوانم. ابن حزم رحمه الله متوفای سال 456. البته وقتی ما از برخی علما نقل قول میکنیم به این معنا نیست که به کل اقوالی که آنها گفتند خلاص دیگه باید ما قبول داشته باشیم و سمعنا و اطعنا باشه. هر کسی از خود اشتباهاتی داره. ابن حزم رحمه الله در کتاب مراتب الاجماع، در کتاب مراتب الاجماع صفحه 119 که خود ابن حزم متوفای سال 456 هست، میگه که واتفقوا علی تسمیه الیهود و النصارى کفارا. واتفقوا، علما اتفاق نظر دارن، هیچ عالمی که حرفش قابل اعتبار باشه تا حالا نگفته که یهود و نصارا کافر نیستند، الا کسانی که فعلا آمدن به تحت عناوین تقارب بین ادیان متاسفانه این حرف را میزنن که همان فکره پلورالیسم که اشاره کردم. و همچنین قاضی ایاز جالب میگه، قاضی ایاز متوفای سال 554 هست، یعنی قرن ششم، در کتاب الشفاء مجلد دوم یا جزء دوم صفحه 603 میگه که وقائل هذا كله کافر بالاجماع على کفر من لم یکفر احدا من النصارى والیهود. من را ترجمه نمی کنم، جناب آقای محق خودتان بشنوید، حرف من نیست. کسی نگوید که من این جناب آقای محق را تکفیر می کنم، تکفیر نمی کنم، حرف تکفیر نیست. فقط شما ببینید که چون بحث تکفیر بحث مفصلی هست که فرد خواسته باشه از نظر اهل سنت و جماعت یک فرد معینی را تکفیر بکنه، از خود دارای شرایط و ضوابط است، باید انتفاع موانع بشه و شروط بر آن جمع بشه. ما نمیتونیم که بدون انتفاع موانع و بدون توفر شروط ما بیاین یک کسی را تکفیر بکنیم. فقط من اقوال علما را به خدمتتان میخوانم. قاضی ایاز متوفای سال 554 در کتاب الشفاء به تعریف حقوق المصطفى میگه که جلد دوم صفحه 603 میگه و قائل هذا كله کافر بالاجماع على کفر من لم یکفر احدا من النصارى والیهود و كل من فارق دین المسلمین او وقف في تکفیرهم او شک. این حرف من نیست. در کتاب الاقناع که یکی از کتب فقهی است و در فقه حنبلی است،
صاحبش متوفای سال 968 هست، در جلد 4 صفحه 498 و همچنین در شرح این کتاب حقیقتا میشه گفت کشف القناع عن متن الاقناع جلد 6 صفحه 170. ببینید چی میگه. میگه او لم یکفر من دان ای تدین بغیر الاسلام كالنصارى واليهود او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فهو كافر لأنه مكذب لقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جناب آقای محق این حرفایی بود که علما گفتن و گفتیم که هیچ عالمی در طول تاریخ نیامده، عالمی که حرفش قابل اعتبار باشه و آن عالم باشه، دانشمند باشه و حرفش قابل اعتبار باشه، نگفته که یهود و نصارا رو نمیتوانیم کافر بگیم. جز شما و جز چند فردی که متاسفانه هم فکر و هم نظر شما هستند. پس خودتان را دریابید، آیات قرآن کریم صریحه. به والله قسم در روز قیامت از شما سوال خواهد شد پیرامون آنچه که شما به خورد مردم میدهید. این را کدام مسلمان گفته؟ کدام عالم تا حالا این حرف را زده؟ اجماع علماست در این مورد. علمای مذهب احناف، علمای مذهب مالکی، علمای مذهب شافعی، علمای مذهب حنبلی و علمای امت در کل. ولی شما خیلی راحت میید یک حرفی را از یک فرد مجهول الحال، که حالا مجهول الحال منظورم اینه که یعنی حقیقتا کل عقیدهش و فکرش به تعبیر عامیانه بگین درب و داغونه، شما میایید از این فرد نقل میکنید که والله فلانی چونین گفته و حرفش را هم غیر مستقیم یا اصلا مستقیم شما تایید میکنید، از آن نقل قول میکنید و حرف را میزنید و از شما وقتی سوال میشه حرفش را نقل میکنید، از آن تعریف میکنید و خلاص خودتان هم آن را تایید میکنید. واقعا جای تأسف برای شما جناب آقای محق، واقعا برای شما به تعبیر عامیانه بگین اف داره این حرفها که شما بیایید صراحتا بگید یهود و نصارا را ما نمیتوانیم کافر بگین. الله تکفیر کرده، پیامبر اینها را تکفیر کردن، اجماع علما تکفیر کردن، پس من و شما عدد نیستیم که بیاییم این حرف را بزنیم و مخالف قرآن کریم و مخالف قول پیامبر صلی الله علیه و سلم و فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم و تقریر پیامبر علیه و سلام و اجماع امت و اجماع مسلمان ها بیاییم حرفی بزنیم. به هر صورت امیدوارم که بینندگان عزیز و گرامی از این بحث هم استفاده کرده باشند و ان شاء الله که استفاده کردن و دیگه کدام حرفی پیرامون این موضوع فکر میکنم که باقی نمانده باشه، کل جوانبش را در موردش حرف زدیم. الله سبحانه و تعالی برای همه من و شما هدایت و رشد را نصیب بکنه و جزاکم الله خیرا و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.